13مین آموزش از دوره نازکدوز آکادمی خیاطی هلاریا ادامه مدل سازی آستین ها هست. تو درس قبلی یعنی درس 12 3 مدل آستین کوتاه پفی رو آموزش دادم. تو این درس میخوام روی آستین کامل مدل سازی ها رو انجام بدم. مدل اول آستین اسکارلت هست. برای رسمش ابتدا اساس الگوی آستین رو رسم می‌کنیم و بعد خط آرنج رو باید پیدا کنیم. خط آرنج رو چجوری پیدا می‌کنیم؟ میایم از خط بازو تا خط مچ رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم، هر مقداری که هست. و از این اندازه، از این نقطه 2 سانتیمتر میریم بالاتر و یه خط گونیا رسم می‌کنیم. به این حالت و طبق مراحل درس قبلی میایم به اندازه های دلخواه علامت میزنیم. خب به صورت گونیا خطوط رو از هر خط صافی که راحت ترید، میتونه خط آرنج باشه، میتونه خط مچ باشه، به صورت گونیا به سمت بالا خطوطش رو رسم میکنم. به این شکل خط وسط آستین رو با یک علامت مشخص میکنم. علامت قیچی رو از بالا به طرف پایین علامت میزنم روی تمام خطوط، یعنی تمام خطوط باید بریده بشن، در قسمت آرنج جدا نشه. میام آستین رو از خط آرنج به 2 قسمت تقسیم میکنم. تمام خطوط رو برش میزنم. خب تمام خطوط رو برش زدم. روی یک ورق دیگه یه خط راهنمای عمودی رسم میکنیم و از خط وسط آستین تنظیم میکنیم. خط وسط آستین رو من با یک تیک مشخص کرده بودم. حالا به فاصله های دلخواه میام این قسمت ها رو چسب میزنم. بستگی داره به اینکه دوست داشته باشید پف آستینتون چه مقدار باشه. من این مراحل رو به طور کامل تو درس 12 انجام دادم. دوستان مبتدیمون اگه تو این مراحل مشکلی دارن، براشون سخته، میتونن اول برن درس 12 رو ببینن. آموزش ها به هم متصله. خب ببینید قسمت بالای آستین به این حالت
در اومد. حالا قسمت پایین آستین رو میایم با یه فاصله ای. اینجا 2 راه دارید. خب هم میتونید این آستین رو ببرید به اندازه نیم سانت، ببرید روی این قسمت ها، هم میتونید یه مقدار فاصله بدید به این صورت. فقط دقت داشته باشید که قسمت جلوی آستین به سمت جلو و پشت به سمت پشت آستین. حتما این نکته رو در نظر داشته باشید. میایید با یه فاصله ای این رو قرار میدید. دقت کنید خط وسط آستین روی خط راهنما قرار میگیره، در امتداد همدیگه. خب وقتی این مراحل تموم شد میایم آستین رو اصلاح میکنیم به اندازه 2 تا 5 سانت از این قسمت میریم بالاتر. این یه روششه. یه روش دیگه هم داره، این که هر مقداری که به این قسمت ها عوضمان دادید و فاصله دادید اضافه کردید، همه رو با هم جمع میکنید و بعد 1/4 رو از اینجا میرید بالا و تاج رو مجددا اصلاح میکنید. از این راه هم میشه. خب یه هلال دلخواه رسم میکنیم. به این صورت. و در این قسمت میایم ادامهش رو از پایین به این گوشه 0 میکنیم. به این صورت. حالا دور تا دور الگو رو من برش میزنم. تو این فاصله ازتون تشکر میکنم که پست ها رو حمایت میکنید، کانال رو سابسکرایب میکنید و برای دوستاتون ارسال میکنید. خیلی کمک میکنه به کیفیت آموزش ها. خب حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که این قسمت تکلیفش چی میشه؟ دوستان این قسمت هیچ مانعی در آستینتون ایجاد نمیکنه و برعکس خیلی پف قشنگی میده به قسمت آرنجتون. مطابق عکس بسیار آستین زیبایی هست، آستین اسکارلت. مدل دوم آستین زنگوله‌ای هست یا همون آستین شیپوری. میایم مجددا خط آرنج رو رسم می‌کنیم. این میشه خط آرنج. حالا از قسمت پایین روی خط وسط آستین برش میزنیم تا بالا، در این بالا در قسمت تاج جدا نشه و از وسط روی خط آرنج به 2 طرف برش میزنیم. میام این کار انجام میدم. همه آستین هایی که آموزش میدم هم میتونن روی آستین کوتاه اجرا بشن، هم میتونن روی آستین بلند.
میام به اندازه‌ای که دوست دارم اینو عوضمان میدم. بذارید خط راهنما رو من رسم کنم. خط راهنما خیلی کمکتون میکنه برای اینکه آستین رو میزون در بیارید. ببینید خط وسط آستین رو میذارید روی با خط راهنما تنظیمش میکنید به اندازه‌ای که دوست دارید آستینتون زنگوله‌ای بشه یا شیپوری بشه. آستین ها اسمهای مختلفی دارن. من مثلا میخوام همینقدر زنگوله‌ای بشه. به این شکل. حالا قسمت پایین آستین رو اصلاح میکنم. به این حالت. ببینید فرم آستین رو به شکل زنگوله شده. یه مدل دیگه هم میشه از این مدل در بیاریم به این صورت که میایم قسمت پهلوهای آستین رو ادامه میدیم. ببینید حالا من تا جایی که برگم اجازه میده اینو ادامه میدم. به این حالت پایینش رو هلال میکنم و از قسمت وسط هر مقداری که دوست دارم دستم دیده بشه میرم بالا و این رو به این حالت به صورت هلال طراحی میکنم. ببینید حالا من با این رنگ رو کاغذ رنگی زیاد رنگا تشخیص داده نمیشن. در صورتی که این حالت رو انتخاب کنید در قسمت درز آستینتون آویزونه، آستین زنگوله‌ایه که درزش اومده پایین مطابق عکس دوستان. پس از یک آستین میتونیم چند مدل در بیاریم، مدل سازی کنیم. به این حالت این میشه آستین زنگوله‌ای. تاج آستینتون اگه خیلی به هم نریخته به همین حالت نگهش دارید، اما اگه میبینید خیلی زیاد اینجا رو عوضمان دادید و تاج آستینتون اومده پایین باید تاج آستین مجددا رسم بشه و اصلاح بشه. حالا من مدل اولش رو برش میزنم به این شکل. آستین سوم آستین اسپانیایی هست. به چه صورت؟ میام دوباره خط آرنجم رو رسم میکنم. خط آرنج رو رسم میکنم و بعد تقسیم بندیش میکنم. هیچ مشکلی نداره که تعداد تکه های پشت آستین و پیش آستین با هم تفاوت دارن، هیچ اشکالی نداره. خب حالا میام
از قسمت مچ گونیا قرار میدم و این خطوط رو تا بالا رسم میکنم. حالا علامت گذاری قیچیش به چه صورته؟ از بالا علامت قیچی رو میذارم روی تمام خطوط، این کار انجام میشه. خط وسط رو هم یه علامت میزنم و از پایین ببینید از بالا که برش میزنید در این قسمت جدا نشه. از پایین هم برش میزنیم و در این قسمت نباید جدا بشه. یعنی در این نقاط روی خط آرنج نباید از دو طرف جدا بشه. برش میزنم. میتونید هم خط آرنج رو از وسط خط آرنج رو جدا کنید و جدا جدا ببرید. تمام خطوط رو برش زدم. یه برگه دیگه زیرش قرار دادم. خط راهنمای عمودیمو رسم کردم. حالا باید به اندازه دلخواه، به فاصله های دلخواه این قسمت ها رو چسب بزنم. دیگه الان بعد از چند تا مدل میدونید میخوام چیکار کنم و تکراریه این مراحل. بالا و پایین آستین رو به فاصله دلخواه چسب میزنم. چسب زدم، آستین به این حالت در اومد. شما میتونید این کار رو از خط بازو انجام بدید. من از خط آرنج انجامش دادم. از خط بازو هم میتونید، از بین خط بازو و خط آرنج هم میتونید این کار رو انجام بدید. هیچ فرقی نمیکنه. این قسمتاشو یه مقدار اصلاح میکنید. و در پایین به اندازه دلخواه میایید پایین و یه هلال رسم میکنیم. همینطور قسمت تاج به این شکل. در قسمت پایین میتونید یه کار دیگه هم انجام بدید. برای طراحیش میگم. میتونید این قسمت رو من یه برگه دیگه با یه رنگ دیگه میچسبونم اینجا. میتونید به این قسمتش یه طراحی اضافه کنید. خب از خط وسط دقت کنید. ادامه میدیدش تا پایین. میایید اینجا رو یه هلال رسم میکنید. من پررنگش میکنم. ببینید به این حالت و به شما همچین آستینی رو میده. طراحیش دست خودتونه. اینکه چه مدلی رو طراحی کنید سلیقه‌ایه. دور تا دور الگو رو برش میزنم.
این میشه آستین اسپانیایی. به این شکل. خب این هم از آموزش 3 مدل آستین پفی در سایز کامل، در آستین کامل.